سلام دوستان عزیز، اینجا بلوچستان، میوه‌های استوایی داره، همچین میوه‌هایی به اسم محلی میگن کونل، به اسم جدیدی که میگن هم کونل میگن. درسته که میگم فقط اینجا میوه پیدا میشه؟ این میوه خیلی مقویه، ویتامین‌های خودشو داره. نگاه کنین، آب داره، عسل اعلام. یه دونه چند وسط وا می‌کنیم، میشه وا کنی ببینن. این وا نمیشه، هسته داره. کاملا درسته. وایسا یه لحظه. به به، معلومه که خوشمزه است. آره، اینم از دشت و بیابون و اینجام که اینا لای کوها در میان دیگه، درسته؟ آره، وسط کوها در میاد. فقط این میوه تو خود کلن بلوچستان در میاد، جای دیگه هم در نمیاد. بله، کلا کوه. نگاه کن، کلا دور و بر کوه و اینا وسط دل کوه در میاد. آره، یعنی میوه ها کلا کمیابه اصلا. این میوه‌ایه که تو هیچ جای ایران در نمیاد، فقط تو بلوچستان در میاد. فقط بلوچستان، جای دیگه نیست مثلا؟ جای دیگه نیست اصلا. فقط بلوچستان. درسته. به ان شاء الله میریم بعد سراغ چیزای دیگه. آرزو میکنم همتون بیاین به بلوچستان سفر کنین، جای دیدنشو همه جاشو ببینین و لذت ببرین از زیبایی بلوچستان. به به به، همشون هم مهمون نوازن، دمشون گرم، هوا هم دیگه خیلی دارن. ان شاء الله که هر جا هستید موفق باشید، پیروز باشید. ان شاء الله به قول دوست عزیزمون بلوچستان میبینیمتون. فعلا خداحافظ.